مادر زمین به ما انسان‌ها نه فقط عمر بلکه طبیعت بی‌تکراری یگانه زیبای عالم بیکنار را عطا کرده است. میسه و بنفشه‌های از دل زمین نودمیده مثل کرپه اطراف را سرسبز و منور گردانیده به دل کس شوق می‌بخشند. آفتاب عالم‌آرا برای رویدن رستنی‌های بهاری شعله‌های نرم و گرم خود را روانه می‌سازد. مثل خنده بی‌غباری این طفلک بیگناه به قلب‌ها آرامی خوشبختی عطا می‌کند. در دامن کوه‌ها الکه مردم زیاد برای بهره بردن از این دلربایی، نفاست و نزاکت. محیط اطراف دلفریب به سیر و سیاحت برآمده نفس تازه بهاری می‌کشند. کمی هم باشد از درد و معماهای خویش دور می‌شوند، استراحت می‌کنند. دخترکان غزلخوانی نموده گل‌های خودروی را چیده به خانه می‌برند. به مادران، به خواهرکان، به نزدیکان خود هدیه می‌کنند و میگویند که بهار پره در دیار ما حکم فرما شده است. آفتاب میتابد، دریاچه جاری می شود. من ماهیچه ها را دست می دارم، بهار را دست می دارم. بهار آمد به نکریزی، بچین گلها این نوریزی، بی بشتاقی ای زردیزی، بهاری لاله‌زار آمد. آواز جاری شوی آب جویبار چه خوش فارم است. بهار آمد، گلی سنسن قطار آمد، به دهقان وقت کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. ما انسان ها همیشه به زیبایی میل داریم. زیبایی باشد حیات را دوچند شوقمند و خوشرویتر می‌گرداند. مادر زمین بخشنده این زیبایی برای ما آدم ها می باشد. از این رو بیایید این بخشنده دلربایی، محیط اطراف، مادر زمین، طبیعت را احتیاط کنیم و حفظش نماییم، دوستش داریم، برای اجداد و اولادان آینده به آسیب برسانیم.